خداوند بخشنده مهربان. فصل 12. دانشمندان از ضمیر ناخودآگاه استفاده می کنند. بسیاری از دانشمندان به اهمیت واقعی ضمیر ناخودآگاه پی بردند. ادیسون، مارکونی، کترینگ، پوانکاره و خیلی های دیگر از ضمیر ناخودآگاه استفاده کردند. این به آنها بینش و دانش چگونگی برای کسب همه دستاوردهای بزرگشان را در علم و صنعت مدرن داده است. تحقیقات نشان داده که توانایی به کارگیری نیروی خودآگاه عامل موفقیت‌های علمی و پژوهشی خیلی از افراد بزرگ تاریخ بشری بوده است. یک شیمیدان معروف به اسم فردریش از ضمیر ناخودآگاهش برای حل مشکلی که داشت به این شکل استفاده کرد. او مدت زیادی بود که تلاش می‌کرد که 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژن فرمول بنزن را بازآرایی کند. او مدام سردرگم می‌شد و قادر به حل این مسئله نبود. خسته و کلافه خواسته‌اش را کاملاً به ضمیر ناخودآگاهش سپرد. بعد از مدتی وقتی که می‌خواست سوار اتوبوس لندن شود، ناگهان ضمیر ناخودآگاهش ضمیر خودآگاهش را با تصویری روبرو کرد. او دید ماری دم خودش را گاز می‌گرفت و مثل فرفره دور خودش می‌چرخید. این پاسخی از سمت ضمیر ناخودآگاهش برای آرایش دایره‌ای اتم‌ها که به نام حلقه بنزن شناخته شده بود ایجاد شد. چگونه یک دانشمند معروف اختراعش را ارائه کرد؟ نیکولا تسلا دانشمند برجسته صنعت برق بود که شگفت‌انگیزترین نوآوری‌ها را به ارمغان آورد. وقتی که ایده‌ای برای اختراع جدید به ذهنش خطور می‌کرد، آن را در تخیل خودش تصویرسازی می‌کرد و می‌خواست. چون که می‌دانست ضمیر ناخودآگاهش تمام قسمت‌های مورد نیازش را برای ساخت آن به شکل ذهنی بازسازی می‌کند و به ذهن خودآگاهش نشان می‌دهد. او بدون اینکه زمان زیادی را صرف اصلاح عیوب کند، توانست محصول ایدئال ذهنش را به کارشناس فنی ارائه دهد. او گفت در 20 سال گذشته دستگاه هم بدون هیچ تغییری همونطور که تصور می‌کردم کار می‌کنه، بدون اینکه حتی یک استثنایی وجود داشته باشه. چگونه یک طبیعت شناس مشهور مشکل خودش را حل کرد؟ پروفسور آگاسیز، طبیعت‌شناس برجسته امریکایی، در هنگام خواب فعالیت‌های خستگی ناپذیر ناخودآگاهش را کشف کرده بود. همسر او بعد از مرگش درباره شوهر مشهورش چنین گزارشی آورده است: 2 هفته سر یک ماهی فسیلی که روی تخت سنگی بود کار کرد تا آن را رمزگشایی کند. وقتی به نتیجه نرسید، خسته و کلافه، بالاخره دست از آن کشید و سعی کرد که از فکرش بیرون بیاید. مدتی بعد یک شب از خواب بیدار شد و گفت وقتی که خواب بوده ماهی را سالم و بدون اجزای از دست رفته‌اش دیده است. با این وجود وقتی از خواب بیدار شده بود، هر چقدر سعی کرد که دوباره تصویر را به یاد بیاورد از ذهنش پریده بود. حتی وقتی به ماهی نگاه کرد تا بلکه تصویر یادش بیاید، باز هم بی‌فایده بود. شب بعد هم باز ماهی را در خواب دید، ولی هیچ نتیجه‌ای نداشت و به محض بیدار شدن تصویر از ذهنش میپرید. در شب سوم به امید اینکه دوباره این تجربه تکرار شود، یک مداد و کاغذ کنار تختش گذاشت. نزدیکی‌های صبح بود که ماهی دوباره در خواب او ظاهر شد. اولش کمی گیج کننده بود، ولی در نهایت چنان واضح و دقیق دیده می‌شد که هیچ شکی در مورد ویژگی‌های جانورشناسی آن نداشت. او هنوز نیمه خواب و در تاریکی بود و این ویژگی‌ها را روی کاغذ کنار تختش پیاده می‌کرد. صبح که بیدار شد، از دیدن چیزهایی که شب قبلش در خواب روی کاغذ آورده بود و این فسیل را برایش رمزگشایی می‌کرد، حسابی شگفت زده شد. بلافاصله به محل کارش رفت و با طرح راهنمایی که به دست آورده بود موفق شد به درستی قسمت‌هایی را که ماهی زیر آن پنهان شده بود را بتراشد. وقتی ماهی زیر سنگ دیده شد، دقیقاً
با نقاشی که در خواب کشیده بود یکی بود و توانست آن را به راحتی طبقه بندی کند. یک پزشک برجسته مشکل دیابت را حل کرد. چند سال پیش قسمت بریده شده از روزنامه‌ای پیدا کردم که منشأ کشف انسولین را شرح داده بود. هر چه که در آن شرح داده شده بود و به یاد دارم را برایتان میگویم. حدود 40 سال پیش یا بیشتر، دکتر فردریک بانتینگ، پزشک و جراح باهوش کانادایی، توجه خودش را بر روی آسیب‌هایی که دیابت بر بدن فرد وارد می‌کند متمرکز کرده بود. در آن زمان در علم پزشکی هیچ روش مؤثری برای جلوگیری از بیماری پیدا نشده بود. دکتر بانتینگ زمان قابل توجهی را صرف آزمایش و مطالعه ادبیات بین‌المللی در مورد این موضوع کرد. بعد یک شب که خسته بود و خوابش برد، در خواب توسط ضمیر ناخودآگاهش به او الهام شد که در آزمایشاتش پانکراس را از سگ بردارد و همین منشأ انسولین بود که امروزه به میلیون‌ها نفر کمک کرده است. به این نکته توجه داشته باشید که دکتر بانتینگ برای مدتی آگاهانه روی مشکلش تمرکز کرده بود و به دنبال راه حلی برای مشکلش بود و ناخودآگاهش هم بر اساس این خواستش پاسخ داد. اینطور نیست که همیشه یک شب جواب بگیرید. ممکن است که تا مدتی هیچ جوابی نگیرید، پس دلسرد نشوید. هر شب قبل از خواب مشکل را به ضمیر ناخودآگاهتان بسپارید، طوری که انگار بار اول است که این کار را انجام می‌دهید. یکی از دلایل دیر نتیجه گرفتن ممکن است این باشد که به مسئله‌تان به عنوان یک مشکل بزرگ نگاه می‌کنید و در ذهنتان از این مشکل غول می‌سازید و چنین باوری دارید که حل شدن آن زمان زیادی طول می‌کشد. ضمیر ناخودآگاه شما محدود به زمان و مکان نیست. باید با خیال راحت بخوابید و باور داشته باشید که همین الان به جواب و نتیجه رسیدید و آن را در آینده فرض نکنید. در نتیجه گرفتن ایمان پایداری داشته باشید. همین الان با خواندن این کتاب متقاعد شوید که برای هر مسئله شما یک پاسخ و یک راه حل بی‌نظیر وجود دارد. چگونه یک دانشمند و فیزیکدان مشهور از اردوگاه کار اجباری روسیه فرار کرد؟ دکتر فون بلانک اشمیت، یکی از اعضای انجمن موشک، یک مهندس الکترونیکی پژوهشی برجسته، ماجرای فرار معدن زغال سنگش را که توسط نگهبانان وحشی محافظت میشد را به کمک ضمیر ناخودآگاهش انجام داده بود و چنین شرح میدهد: من اسیر جنگی در معدن زغال سنگ در روسیه بودم و مدام مردان اطرافم را می‌دیدم که در محوطه زندان جان می‌باختند. نگهبانان بیرحم، افسران متکبر و کمیسرانی تیزبین و تیزهوش ما را تحت نظر داشتند. بعد از بررسی‌های پزشکی برای هر کدام از زندانیان یک سهمیه زغال در نظر گرفتند که سهمیه من روزی 300 پوند زغال بود و اگر کسی سهمیه خودش را پر نمی‌کرد، سهمیه غذای ناچیز او را قطع می‌کردند و در مدت کوتاهی راهی قبرستان می‌شد. من شروع کردم روی فرار خودم تمرکز کردم. می‌دانستم که ضمیر ناخودآگاه هم راهی برای فرار پیدا خواهد کرد. خانه من در آلمان نابود شده و خانواده‌ام از بین رفته بودند. همه دوستان و همکاران سابقم نیز یا در جنگ کشته شدند یا در اردوگاه‌های کار اجباری بودند. به ضمیر ناخودآگاه هم گفتم می‌خواهم به لس آنجلس بروم و تو راه رفتن را پیدا خواهی کرد. من عکس‌هایی از لس آنجلس را دیده بودم و برخی از بولوارها و ساختمان‌هایش را به خوبی به خاطر داشتم. هر روز و هر شب تصور می‌کردم که در بولوار ویلشایر با یک دختر آمریکایی که قبل از جنگ با او در برلین ملاقات کرده بودم قدم می‌زنم. در تصوراتم به فروشگاه‌ها سر می‌زدیم، سوار اتوبوس می‌شدیم و در رستوران‌ها غذا می‌خوردیم. هر شب با اتومبیل خیالی خودم در بولوارهای لس آنجلس بالا و پایین می‌رفتیم. من همه این کارها را خیلی واضح و واقعی در ذهنم تصور می‌کردم. این تصاویر در ذهن من به اندازه‌ای واقعی بود که آن درختان بیرون از اردوگاه زندان واقعی و طبیعی بودند. هر روز صبح رئیس گارد زندانیان حاضر در صف را می‌شمرد. او ما را با شماره‌هایمان صدا می‌کرد: 1، 2، 3 و وقتی که به شماره‌های 17
که شماره من بود می رسید از صف بیرون می رفتم. یک روز وقتی که شماره من صدا زده شد نگهبان را صدا زدند و برای 1 دقیقه یا بیشتر از آنجا رفت و وقتی برگشت شماره 17 را دوباره صدا زد و فرد بعد از من نیز همان شماره را گرفت. عصر که همه کارگرها برگشتند تعداد افراد یکی بود ولی من بینشان نبودم و تعداد هم درست بود و بنابراین مدت زمان زیادی طول می‌کشید تا متوجه نبوده من شوند. من بدون اینکه متوجه شوند از اردوگاه خارج شدم و 24 ساعت راه رفتم تا روز بعد در شهری متروک استراحت کردم. آنجا توانستم با ماهیگیری و کشتن تعدادی از حیوانات وحشی زندگی کنم. بعد قطارهای زغال سنگ را که به لهستان می رفتن پیدا کردم و سوار آنها شدم. شب بالاخره به لهستان رسیدم و با کمک دوستان راهی لوسرن سوئیس شدم. یک روز عصر در هتل پالاس لوسرن من با یک مرد و همسرش از ایالات متحده آمریکا برخورد کرده و هم صحبت شدم. این مرد از من خواست که به خانه آنها در سانتا مونیکای کالیفرنیا بروم و مهمانشان باشم. من قبول کردم و وقتی که به لس آنجلس رسیدم متوجه شدم که راننده مرا در امتداد بولوار ویلشایر و خیلی از بولوارهای دیگر که مدت زیادی که در آن معدن زغال سنگ روسیه به سر می بردم و با خودم تصورش می کردم چرخاند. ساختمان‌هایی که بارها در ذهنم تصور کرده بودم را می‌دیدم. در واقع مثل این بود که من قبلا آنجا بوده باشم. بالاخره به چیزی که تصور کرده بودم و می‌خواستم رسیده بودم. من هرگز دست از شگفتی‌های ضمیر ناخودآگاه بر نمی‌دارم. در واقع هنوز چیزهایی وجود دارد که ما نمی‌دانیم. چگونه باستانشناسان و زمینشناسان صحنه‌های باستانی را بازشناسی می‌کنند؟ این دانشمندان می‌دانند که ضمیر ناخودآگاهشان از هر چیزی که تا به حال رخ داده چیزی در خاطرشان دارند. همانطور که آنها خرابه‌ها و فسیل‌های آثار باستانی را مطالعه می‌کنند و از طریق ادراک تخیلی خودشان ضمیر ناخودآگاهشان به آنها در بازسازی صحنه‌های باستانی کمک می‌کند. گذشته‌ای که مدفون شده بار دیگر در خاطرشان زنده و دیدنی و شنیدنی می‌شود. دانشمندان با نگاه کردن به این معابد باستانی و مطالعه سفالها، مجسمه‌ها، ابزار و ظروف خانگی به جا مانده از دوران باستان به نوعی از دوره‌ای حرف می‌زند که ارتباط زبانی وجود نداشته و ارتباط از طریق ناله و صدا درآوردن و حرکات اشاره‌ای صورت می‌گرفته است. تمرکز و تخیل منظم دانشمند نیروهای نهفته در ضمیر ناخودآگاهش را بیدار می‌کند و او را قادر می‌سازد تا آثار باستانی را بدون اثرات خرابی تصور کند. بقایای فسیل‌ها طوری در نظرش هویدا می‌شوند که انگار دوباره دارای چشم و رگ و ماهیچه و اعضای زنده بدن هستند و جلوی چشم او راه می‌روند و با او صحبت می‌کنند. گذشته تبدیل به حال زنده می شود و این گونه است که ما متوجه می شویم ذهن انسان محدود به هیچ زمان و مکانی نیست. با به دست گرفتن ذهن ناخودآگاه می توانید با فرهیخته ترین و بهترین متفکران تمام دورانها همرده شوید. چگونه از ضمیر ناخودآگاهتان راهنمایی بگیرید؟ وقتی که در راستای مشکلی با تصمیم گیری سختی روبرو هستید یا نمیدانید چه راه حلی برای آن پیدا کنید، بلافاصله شروع کنید به صورت مثبت و مفید درباره آن فکر کنید. اگر می ترسید و نگران هستید در واقع فکر نمی کنید، چون که تفکر واقعی در حالت ترس ممکن نیست. در اینجا یک تکنیک ساده آوردم که می توانید در مورد هر موضوعی از آن استفاده کنید. ذهن و بدنتان را آرام کنید. به بدنتان بگویید که آرام باشد و از شما اطاعت کند. بدنتان هیچ اراده، ابتکار یا هوش و آگاهی ندارد. بدن شما یک صفحه احساسی است که تمام باورها و افکار شما را ثبت می‌کند. تمام توجهتان را بسیج کنید و با فکرتان روی راه حل مشکل متمرکز شوید. سعی کنید آن را با ذهن خودآگاهتان حل کنید. به این فکر کنید که اگر جواب را به دست بیاورید چه حسی خواهید داشت و چقدر از پیدا کردن راه حل عالی خوشحال خواهید شد.
بگذارید ذهن شما با این حال و هوا مشغول شود و بعد به خواب روید. وقتی بیدار شدید و هیچ جوابی به ذهنتان نرسید، مشغول کار دیگری شوید. احتمالاً وقتی مشغول کار دیگری باشید، جواب یک دفعه به ذهنتان خطور می کند، مانند نان توستی که از توستر بیرون می آید. در دریافت نشانه از سمت ضمیر ناخودآگاه، راه ساده بهترین راه است. به این مثال دقت کنید. من یک انگشتر با ارزشی را گم کرده که یادگاری بود. همه جا را دنبالش گشتم ولی نتوانستم پیدایش کنم. شبها با ناخودآگاه هم طوری حرف می زدم که با آدم ها حرف می زنم. قبل از خواب ضمیر ناخودآگاه هم می گفتم تو از همه چیز با خبری. میدونی که اون انگشتر کجاست. پس برام یه نشونه بفرست ببینم کجاست. صبح وقتی بیدار شدم یک صدای انگار در ذهنم گفت برو از رابرت بپرس. به نظرم خیلی عجیب بود که بروم از رابرت که یک پسر بچه حدوداً 9 ساله است بپرسم. با این حال من به ندای درونی که بهم الهام شده بود گوش دادم. رابرت گفت آره، وقتی با بچه‌ها بازی می‌کردم تو حیاط پیداش کردم و برداشتم بردم روی میزم تو اتاقم گذاشتم. فکر نمی‌کردم ارزشی داشته باشه، واسه همین چیزی در موردش نگفتم. ضمیر ناخودآگاه در صورتی که به آن اعتماد کامل داشته باشید همیشه پاسخگوی شما خواهد بود.